ببینم به نظر تو هم این اسبه که اسمش بوجک هورسمنه بانمکه؟ این روز آدم به چشمش هم نمیتونه اعتماد کنه، چه برسه به برنامه‌های نتفلیکس. دیگه انیمیشن نام خیلی وقتی که لزوما برای بچه‌ها ساخته نمیشن. امروز میخوایم چیزای پشم‌ریزونی بهتون از انیمیشن‌های مختلف نشون بدیم که بهتون ثابت کنه هر انیمیشنی مناسب کودکان نیست. تو ویدیوی قبلی درباره یه مربی بی‌عصاب صحبت کردیم که شما قیافه‌شو ببینی مشخص بیشتر شبیه یه مریض جنسیه تا مربی بسکتبال. القصه از همون اولین انیمیشن هوپس انقدر الفاظ رکیک توش زده میشه که نمونه‌اشو میتونید این زیر ببینید. ادیتور راستی انیمیشن کتاب جنگل رو یادتونه چقدر بچه بودیم دوستش داشتیم؟ همون پسره که با حیوانات زندگی میکرد و یه چی تو مایه‌های تارزان بود. براتون جالب نبود که دنیای حیوانات چقدر شبیه دنیای انسان‌ها جلوه داده شده؟ انیمیشن کوئرداک این فضا رو بین حیوانات حسابی پیش برده. آقا اصلا کدوم ذهن مریضی میاد لابلای جو فان و باحال انیمیشن فانتزیای جنسی و روابط متعدد نشون بده؟ درسته، بله، نویسنده مریض کوئرداک. بریم سراغ بعدی، انیمیشن فامیلی گای. فامیلی گای که چندین سال آزگار هر سال داره فصل جدیدش میاد، اینقدر توی این انیمیشن شوخیای جنسی و نژادی و دارک هست که یه بچه اینو ببینه مسیر بلوغ چند ساله رو یه شبه طی میکنه. یعنی تو هر چی جوک بگی از نژاد پرستی بگیر تا اسلام و مسائل تینیجری توی این کوفتی هست. جالبترش اینه که عمر 9 داره این لامصب، 20 ساله داره پخش میشه. داستان درباره یه چاغال از دنیا بیخبره که اسمش پیتره. کلا 3 تا بچه داره که یکیشون نابغه است، اونم کله شبیه توپ راگبی و کلا یه بچه بریتانیاییه. خوشحال میشیم که اگه این انیمیشن رو دیدید نظرتون رو توی کامنتات دربارشون به ما بگید. دمت گرم که امروز هم همراه ما بودی. یادت نره که از ما حمایت کنی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.